نام عنوان بعدی سخن گفتن حضرت با کوه هستش. حضرت امام رضا علیه السلام فرمود ما اهل بیتی هستیم که وعده خود را به منزله دین و بدهی می‌دانیم، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده را دین و بدهی می‌دانست. سخن گفتن حضرت با کوه. علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می‌کند که او گفت از آن جمعی که در راه مکه و در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودند شنیدم که ایشان می‌گفتند که وقتی در ملازمت آن حضرت به حج می‌رفتیم به کوهی رسیدیم که فارق نام داشت و در طرف راست آن حضرت واقع بود. حضرت فرمود یا فارق حاد بک به قطع ارباع، یعنی ای کوه، کننده تو پاره پاره خواهد شد. و ما نفهمیدیم که منظور آن حضرت از این سخن چه بود تا وقتی که هارون به مکه میرفت در آن منزل ساخت. یحیی برمکی بالای آن کوه رفت و دستور داد تا آن را کندند و چون به عراق رسید به دستور هارون و رشید پاره پاره اش کردند و در آن وقت معنی کلام حضرت بر ما ظاهر گردید. نام